سلام. احوال شما؟ مرسی. خوبی پرتقالم؟ مرسی خوبی عزیز. قربانت. خب امروز 25 مرداده، میخوایم در مورد موفقیت صحبت کنیم. 25 مرداد 1403 خیلی مهمه. چون یه موقعی میشه که این ویدیو رو میبینی و اصلا فکر میکنی کدوم سال بود. دقیقا اینم ممکنه. امروز پنجشنبه است، گاهی اوقات ما جمعه این کار رو انجام میدیم، ولی خب حالا امروز یه پنجشنبه‌ایه که داریم در مورد موفقیت هستیم داریم صحبت بکنیم. خیلی کلمه تکراری آشنا و خیلی معمولیه در خیلی روی اعصاب خیلی وقت. اما به نظر من خیلی وقت بهش فکر میکنم چون عامل خیلی از موفقیت خیلی از استرس های آدمه، چون دلیل خیلی از ناامیدی های آدمه، دلیل خیلی از دپرس شدن های آدمه. از بس تو بچگی من نمیدونم، شاید هم حالا بر همه اینطور نباشه، من برای خیلی ها موفقیت شاید اول شدن بود دوره ما. اما الان شاید تعریفش تغییر کرده یا شاید من تجربه بیشتر شده، برای من تعریفش داره تغییر میکنه، دارم به یه تعادلی میرسم که فکر میکنم که موفقیت تو چیزای خیلی کوچیکه. مثلا انجام دادن یه کار، مثلا همین که ما اینجا نشستیم و اقدام کردیم برای اینکه این کار رو ضبط کنیم. درسته. اینکه من بلند شدم از خونه بیام اینجا پیش تو که بشینیم این کار رو انجام بدیم، میشه یه موفقیت کوچیک. احساس این در واقع میشه الان تو ذهن من اینه اقدام کردن یه نوع موفقیت. خیلی برام جالب بود که من فکر میکردم شاید بخوایم مثلا در مورد موفقیت خیلی کلاسیک صحبت